So راستی روی اختصاص اختصاصی هستم. در بانک کار میکردم 1 سال اول از دانشجو که دانشگاه. این باشد به خاطر همون حرام بودن بانک، فایز خودم از بانک من کار رو بس کردم و 1 سال 3 ماه میشود که به تجارت مشغولم. همین تجارت با قرض شروع شده بود و این حال باشد همون تجارت رو من برای پرداخت کردنش وقتی که وقتش آماده بود ماه ایول من رو از بانک قرض گرفته فوریدم. اما امروز 8 ماه میشود که از یک تجارت دیگر به شروع کرده بودیم. هیچ یک برکتی همچون نفهمیستم استاد. شما همچون استاد صاحب علم و همچون مدرس استاد بود، چی توصیه میدید برای ما؟ چی کار کردن ممکن که همین چیز مقصد از همین بار قرض خلاص شدم؟ بله، کاری غلطی که کردید، کاری درست کردید که از بانک برآمدید، کاری غلطی که کردید گشته از بانک قرض گرفتید. برای همین برکه برداشته شد. شما همونجا وقتی که قرض رو در مهلتش رسانیده نمیتونستید به صاحب پول میگفتید که من امروز نتوانستم به وعدم وفا کرده، کمتر به من مهلت ده گفته حرکت میکردید. شما از این گریختید و به قرض ریبوی واخوردید، یعنی خود را به غضب الله تعالی گرفتار کردید. الله تعالی آدمی که واقعا به مشکلی گرفتار شده است و قرض را داده نمیتوند به صاحب مال خطاب کرده میاد که فنظیرتون الی میسره، تو مهلت ده برای آدم قرضداری که به سرش مشکلی آمد و امروز پولی توی گردانده نتونست، برای او مهلت ده میگه الله تعالی. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ترغیب کردن آن آدمی که مهلت میدهد، واقعا به سرش مشکلی آمده است نتوانست امروز پول را در وقتش ادا کرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند با آن آدمی که مهلت میدهد یا کمتر عفو میکند یا اگر به پررگی عفو کند، گفتند که از جمله شخصیت های می باشد که روز قیامت در زیر سایه الله تعالی قرار میگیرد. یک آدم وقتی که حساب و کتاب میکرده است با کارمندانش، میگفت است که فلان قرض را داده نتونست، فلان قرض را داده نتونست، گفت بخشید میگفت است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که روز قیامت الله تعالی همین آدم وقتی که نامه اعمالش و درباره همین آدم سوال و جواب میکند، فرشته ها میگفتن که هم خیلی آدم بود، الله تعالی میگفت است که بخشید این بنده منه، مادامی که از بنده ها میبخشیده باشد بخشید. و حافظ ابن حجر در زیر حدیثی 7 نفر آدم هایی که روز قیامت در زیر سایه عرش قرار میگیرند، اون 7 نفر پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گفتند، در صحیح بخاری و مسلم است. غیر از این 7 نفر با 49 نفر دیگر، یعنی که عموم 49 نفر میشد، 42 نفر دیگر در حدیث های علاهیده آمدگی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم عموما 49 طایفه آدم ها را گفتند که روز قیامت در زیر سایه عرش قرار میگیرد. یکی از آنها آن آدمایی که قرض را به مردم میبخشد. واقعا دیدید که همین آدم دروغ نگفته ایستاده است، واقعا به سرش مشکلی آمده است. شما دارا هستید، اگر دارا نباشد مهلت دهید، اگر دارا باشد یک قسمش را بخشید، اگر پول دارا باشد همش را بخشید. مثلا این بسیار کار خوب است. برای همین هیچگاه باید به بانک دست نمیزد. اما مسئله که بعد آن که از بانک گرفتید دیگه حیاتتون به غم و غصه تبدیل یافت،